مراکش کشور عشق و حال‌های شبانه. مراکش عجیبترین کشور اسلامی و بهشت مغرب زمین. مراکش کشوری که به نگین قاره آفریقا معروفه، سرزمینی که از یک طرف صحرای آفریقا رو داره و از سمت دیگه با اقیانوس محاصره شده. مراکش در شمال قاره آفریقا واقع شده و به جنوب اروپا یعنی کشور اسپانیا خیلی نزدیکه. به خاطر نزدیک بودنش به اروپا از اون تاثیر زیادی گرفته. اولین ساکنین این سرزمین بربرها بودند که به دوره باستانی آفریقا تعلق داشتند. تا آخر ویدیو همراه هم باشین تا با سرزمین شگفتی یعنی مراکش بیشتر آشنا بشین. جالبه بدونید نابترین علف‌های دنیا توی مراکش کشت میشه و کشت و فروش ماریجوانا قانونیه. نوشیدنی مرسوم مراکش چای ویسکی هستش. البته فقط اسمش اینطوریه، هیچ الکلی توش نداره. اونا معتقدن که غذا رو باید با دست راست بخورن و غذا خوردن با دست چپ رو بیادبی میدونن. اینجا شهر شفشاون هستش، شهری زیبا که به نام شهر آبی شناخته میشه. اما چرا دیوارهای این شهر آبی رنگ هستش؟ دلیلش معلوم نیست، اما نظرات متفاوتی برای استفاده از این رنگ وجود داره. عده‌ای میگن مردم برای دور کردن حشرات شهر رو آبی کردن، یه عده‌ای میگن برای محافظت شهر از ارواح خبیثه شهر رو آبی رنگ کردن. یه عده‌ای هم میگن یهودی‌ها و اعراب تبعیدی از اسپانیا این شهر رو شبیه شهر خودشون رنگ کردن. یه گروهی هم بر این باورن که علت رنگ آبی خونه‌ها به خاطر گرمای مراکشه. اونا میگن که در ماه‌های گرم سال رنگ آبی باعث میشه خونه‌هاشون خنک بشه. و عده‌ای هم میگن در فرهنگ اسلامی آبی نماد شادی و خوشبینیه. اما هیچ کدوم از نظریه‌ها قطعی نیست. با این حال رنگ آبی تو فرهنگ مراکش جایگاه ویژه‌ای داره. از عجایب این کشور اینه که بزها به جای میمونه‌ها رو درخت‌ها هستن. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده پستمون رو لایک کنین و تا آخر ویدیو همراه هم باشین تا با سرزمین مراکش و آداب و رسوم ازدواجشون آشنا بشیم. تو این کشور رسم‌های ازدواج متفاوتی وجود داره. طی یک قرارداد عجیب و غریب به دامادها اجازه میدن پس از گذشت 1 ماه از ازدواجشون چنانچه از همسرشون راضی نبودن اونو به خانواده‌اش پس بدن. در مراکش ازدواج‌ها گاهی با رسوم عجیب همراهه. برای مثال یکی از رسوم عجیب ازدواج برای 1 شبه که بعد از 1 روز از هم جدا میشن. یکی از رسوم دیگه ازدواج خلأ هستش که در این مدل ازدواج مرد مجازات میشه که همسر خودش رو طلاق بده و پس از اون با کس دیگه ازدواج کنه. جدا از ازدواج رسم عزاداریشون هم جالبه. رنگ سفید رنگ عزاداریه و در این کشور زنانی که همسرشون فوت میکنه تا 40 روز لباس سفید میپوشن. شمار محدودی از مردم حمام خصوصی دارن، اما چون دینشون اسلامه و همیشه باید تمیز و غسل کرده باشن، حمام‌های عمومی زیادی سرتاسر این کشور وجود داره. جالبتر این که تو مراکش به ازای هر 800,000 نفر یک دندانپزشک وجود داره و متداولترین راه برای درد دندان کشیدن اونه. برای همین تو بازارهای این کشور کسانی که دندان میکشن با مجموعی از انبردست، فرش کوچیک و دندانهای خونی دیده میشن. تو این کشور اگه به کسی سلام کنیم به جای اینکه جواب سلام شما رو بده ازتون درخواست پول میکنه. حتی اگه از کسی آدرس هم بپرسین ازتون درخواست انعام میکنه. رشوه و انعام گرفتن یکی از کارهای رایج تو مراکشه. اگه تجربه سفر به مراکش رو داشتین و چیزهای جالب دیگه از مراکش میدونین برامون کامنت کنین. ویدیوی بعدی در مورد کشور عمان صحبت خواهیم کرد، کشوری که معروف به سوئیس خاورمیانه.